سلام دوستا، اینجا رو که میبینید میز کاری همسرمه که به نقاشی علاقه شدیدی داره و مدرس نقاشی هم هست و اینا که میبینید آبرنگ سنت پیترزبورگشه. این فابر کستلشه که اصلیاش اونجاست. این یکی تو یوپی آبرنگ ونگوکشه که اصلیاش اونجاست و ایشون مال مدادی سن پیترزبورگ و آبرنگ ونگوکش اینم متالیک یه مارک دیگه است، نمیدونم چیه و کلا همه اینا گرونه. این دوتا قلم معروفشه که داوینچی هن و بقیهشو قایم کرده. این بالا هاست ولی بیشتر با این دوتا کار میکنه و این ستا همشون هم موی طبیعی هن و خفن. من حوصله‌ام وقتی تو خونه سر رفته باشه دنبال یه سری کار باید بگردی و من دوست داشتم که آبرنگو یاد بگیرم، همونطور که به بقیه یاد میده منم میخوام یاد بگیرم. شما با ما همراه باشید در ثانی. امیدوارم وسایلش خراب نشه و دعوامون نکنه بعدش. شما رو در جریانش میذارم.